Eylül'de sinemalarda. بله به میوانی خوی هجای بشادی مینم دست پی بکنم بردوام بکن جی ایرانی کوما که هجا کوما راستک لجگل منه اوه هم چاندو کلترا ایرانی آم موزیکا ایرانی مره ایرو بحث بکن جی مره بوان دنگی خوش بیش مره سترانین جی هف خوشتر بیجن دکام وان ناس بکن بریاوه گلو کوم جی که پکته چند سال هاتیا آوا کرن کی جان سترانان ده بیجن به هف رملوان گوه داری کن پاشه آوای کی زندی هم لور غروبه ای خدا دلم تنگه در جا که برم من آسمون همین رنگه ای آسمون کبون مگه من چه بد کردم کوما رستاک گروبا که هنرمندین کچ او خورد این ایرانه او کوما که گلکی ناو داره او جه همو گل اونه توین ایرانه پکته او سترانین فولکلوری او رسن این همون توین وی ولاتی به ستیر و شوازه کنو دبیجن و به جیهان دیدن ناس گرد نه اندامین کومی هنه بهسات پرناکه سید بهسات مراده ماده دوسته مجید دوسته و اکبر اسماعیل پر فرانسانگی یکش اندامین کومینه کوما رستاک ده سال 1997 جالی سیامک سیپری و هاتی آوا کرن و بشتاری گلک فستیوال جیهانی جیبویه و گلک خلاتستان دنه کوما رستاک به زمان کردی، فارسی، عربی و ترکی سترانین خود بجه yangının külünü yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin آلبوم آوان آیه کمین بریا 15 سالان بنابه آلبوم رنگوارن کهون درکت آلبوم آوان آداوی جی پار بنابه دانس وایت راستک درکتیه بله کوما نافدارا ایرانی راستک لگل میه جو خود دیمن اندیشی مدید چه قاسی آمورین خوش لیدخن چه قاسی موزیک که خوش لیدخن نه از یک بیک و می وام بدین ناسی نمی وام ناس بکن گلو ستران این چوا دبیجین چوا گهاشت نه هفدو افکم چوا آوا کرنه ام پر مراق دکن و موزیک خوش چوا لیدخن ام ورن به هفره ام جوان بپرسیم بخیراتی ما خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی خوشحالیم که این افتخار داریم در خدمت شما هستیم. از طرف گروه هم سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده های هست. بله سرچاوا تجی خیراتی ناویت چیه امتناس بکن تو کی جان آموری لیدخه یه وقت جنه که ناوی کمدی گلک باشه ام هنک تناس بکن. خودتون رو میشه معرفی کنید شما مثل یه خانم که تو گروه ساز میزنید بیشتر میخوایم شما رو بشناسیم. منم سلام عرض میکنم هم به شما هم به بینندگان عزیز خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین و خیلی خوشحالیم که توی این برنامه هستیم. من دینا دوستی هستم نوازنده کمانچه گروه از سال 2012 در واقع با رستاک شروع همکاری کردم و تا امروز در خدمتشون هستم. بله ناوی دینایه بلا خاطر جمره بحث بگید تام جمره چه گفت؟ خانم نویا دینا دوستیه لسال 2012 و گل گروه وی کوما کاری خود دست بکریه بله او کمانچه دژنه آمیر کمانچه بله گلک سپاس گلک سپاس فرزاد بکشی اون دیکی جان آموره دخن منم فرزاد مرادی هستم خواننده و نوازنده گروه. من در مورد گروه رستاک توضیح بدم که این گروه از سال 1997 در واقع فعالیت خودش رو شروع کرده روی موسیقی
بومی ایران کار میکنه، اقوام مختلف ایران، و سعی کرده که این موسیقی رو به یه شکل جدیدی معرفی کنه که بتونه ارتباط بگیره با مخاطبان بیشتری خارج از اون فرهنگ ها. که فرزاد جی آمیرا ستاره دخن تخصص شما همون ستاره من ساز تنبور ساز تخصصیمه، ولی خب توی گروه رستاک سازهای ملودیک محلی میزنم. اوی پسپوریا و لساز تنبوره لساز دنجی دخبته هنگ جی میجو تاریخی کما خوگد لسال 1997 دست پیش کرده و از اون بپرسم خاطر بیش امان بدن ناسین از دخوازم امینها بپرسن که کماوا کنگی آوا بویه از دخوازم در باسی بحثات ببیم ناویوا بحثات تجی خیر هاتی سر چواتو هاتی دل کی جان آموره دخه کریم که خیلی خوش اومدید. خودتون رو اگه میشه معرفی کنید و ساز تخصصیتون. خواهش من بهزاد فورنقی هستم. هیچ سازی نمیزنم. من مدیر گروه رستاک هستم. از همون سال 97 با رستاک شروع کردیم. همین سازی نمیزنم، من هنر ندارم. کاک بهزاد برای گروپه ریوبریا گروپ دکا لهر سال یکم دست بیکا گروپ لگل به گروپ بویا و کو برای بریش دک. بله اکبر امی واسه اکبر بکن اکبر تجی خیر هاتی تری کی جان آموری دخه پیوراتت کمد چیه؟ ساز تخصصی شما چی هست و یعنی تو گروه سازایی که میزنید؟ بله تار، ستار و عود ساز تخصصی منه که از سال 1998 هم وارد گروه رستاک شدم. 1998 و لگل گروپ دست به ایش کریه تال دخا ستار و عودشی سه ساز لدخا گله کامران لدخه ودیم بیشین ماجد پاس ماجد بکن تخیر هاتی سر چواتو هاتی آمورات کی جانه و پیویرات چی ام بیش؟ من از سال 1997 افتخاری داشتم که در کنار دوستان ساز بزنم تو گروه رستاک و ساز تخصصی سازهای کوبه‌ای بومی ایران بوده و مشغول نوازندگی این سازها بودم. 1997 از همون هر دست بکا کم لگل کم اوج دست بکریه دبی بشانازی و از دست بکرمه سازن وکو پرکاشن سازن پرکاشن دخبته اوجی سازا ایرانی از بار سازن وکو دهول ضرب وان ساز لدخه بله گلک سپاس ناجی بحثاتک میدی هیا تجی خیر هاتی از بارم تو سولیستی جی و ما گهداری کرده کریم که من بهزاد هستم، خواننده و نوازنده سازهای کوبه‌ای گروه و حدود 15 ساله که افتخارم در گروه رستاک است. تنجی که بهزاد 15 ساله لگل گروه پیش دکا او اوجی پرکاشن کرده که و سولیستیش. بله با گلک سپاس اوجی بیجم کاک بهزاد و کاک برزاد هر دو جی کردی کرماشانن. سرت من بتوجه بیجم. دباشیر گلک سپاس دکم. از اینجا بهزاد بپرسم و تا گوت ریو بری کمی اف کم کنگی آوابو آرمانجا آوا کرنا کمی چی بو براستی دنگی و گلک باشه لیم خوازن دست بیک آوا کرنا وهیم بر. های بهزاد میگن این گروه از کی دست به کار شدید و هدفتون از یعنی درست کردن گروه چی بوده؟ از سال 1997 شروع کردیم و همونطور که فرزادم گفتن هدف گروه رستاک این بود که روی موسیقی نواحی ایران کار کنه، نواحی مختلف ایران و اونو جمع‌آوری کنیم و تحقیق کنیم در ارتباط باش و یه نوع موسیقی رو درست کنیم که بتونه با نسل جدید و با فرهنگ‌های غیر از فرهنگ ایران و یا افراد غیر ایرانی بتونه ارتباط برقرار کنه. دبیجن ما سال 1997 دست به آواکرینی کم کریه و آرمانجی ما ابویه سرانی کفن سرانی اتنیکی جدای ایران کم بکن و لگل نفشین نو بکارین پیوندی کی چکن.
آرمانجا بویه. گلک سپاس دکم. از دینا بپرسم دینا ایران جی زحمت جند ما خباته که بکن کاری که بکن وک جنه که تو کتی ناوی کمیده تک چوا دست بکر چیرو کات چوا بویا تبلیغ ناوی کمی. میگن که شما مثل یه خانم که تو ایران هستید یه سری فشارها هست، شاید مثلا اذیت شده باشی. داستان شروع شما از کجا سرچشمه میگیره و چجوری تونستی تو این گروه جایگاهی داشته باشید؟ من تو ایران خدا رو شکر جزء اون خانواده هایی، یعنی توی خانواده‌ای بودم که خیلی دوست داشتن که موسیقی کار بکنم و خودشون منو تشویق کردن که برم هنرستان. اصلا از هنرستان موسیقی رو شروع کردم و از 11 سالگی وارد مدرسه موسیقی شدم در واقع. و خب میگم بیشتر خانواده‌ام مشوقم بودن و تا موقعی که بخوام بیام توی فضای کاری حمایت خانواده‌مو داشتم و بعدش هم که وارد رستاک شدم که یه شانس واقعا خیلی بزرگی بود. رستاک جزء اولین گروه‌هایی بوده که حضور خانم‌ها خیلی توش پررنگ بوده و خیلی به عنوان یک نوازنده و یک عضو مهم از خانم‌ها استفاده کرده همیشه. برای همین منم این شانس رو داشتم که یک جایگاه درست در واقع توی گروه داشته باشم و خیلی شاکرم. تا الانم سعی کردم حفظش کنم و کنار بچه‌ها بمونم. دبیجن پشتیوان و اوی کسی که من هندایه مالباتی من بونه، مالباتی من خد لهمبری من نسکی نجی بود. اوی موزیک دست بکم. از حتی لیسه وان آمادهی و موزیک خواندی خو. پاشجی هات من ویکم لویکمی راستک ذاتاً جنا جیو پیکی پر باشیوان هیا. یکم مالبات پاشجی گروپ پر پشگیری دانوی و کاریه و ساسکاتو به. پر باشه جنه که سرکفتی دناو کمار استاکته اوجیت شده که باشه اجی فرزاد بپرسم و به چند زمان سترانه بیشت؟ به چند زبان شما آهنگ تقدیم کنید؟ ما در واقع فرهنگ‌های ایران رو، ملت‌ها و اقوام ایران رو به 20 قسمت تقسیم کردیم که بعضی از این قسمت‌ها دارای زبان خاص خودشون هستن، مثل ترکی، مثل کردی، مثل بلوچی. اینا زبان خاص خودشونو دارن. بقیه مناطق هم لهجه‌هایی از این زبان‌ها هستن که فکر می‌کنم توی آلبوم‌هایی که داشتیم توی این دوره 25 سال فعالیتمون فکر می‌کنم حدوداً روی مثلا 20 ناحیه از ایران کار کردیم. 20 قسمت که شامل مناطق شمالی و جنوبی و شرقی و غربی ایران هم هستش. دبیجن ما اوی ایران دابشی 20 کریه. ما هم سر زمان سرکی ایران هنوکو فارسی، ترکی یعنی آذری و کردی، بلوچی سروان خبتینه. جغین ویجی ما لهر نافچه‌ای که ایران وکو باکور باشور هر نافچه‌ای که لهجه شوازاری که تایبتی وان هست ما به تایبت جی لسر و شوازار جی خبتینه و نزی 20 جور 20 شوازار ای جدا سران پیشکش کرنه، یعنی به 20 شوازار جدا پر باشه. از اکبر بپرسم، اکبر بهترون به کی جان جور سترانه ده بیشن؟ سترانه نم بیشن به حرکت، سترانه آن سلوف کی جان درد خنه پیش؟ طرز و سبک آهنگاتون بیشتر تو چه سبکیه؟ بیشتر سبک محلی یا هم فولک هستش که در واقع ما الان تو این مدت فقط روی موسیقی محلی کار کردیم. توی یه آلبوم بهار که فکر میکنم سال 2-3 سال پیش بود 2 تا کار فارسی یعنی حالا تهرانی هم در واقع کار کردیم، ولی بیشتر موسیقی محلی و فولکلور در واقع گروه رستاک کار میکنه روی. دویجه ما پرانی یعنی لنافچه چه به استرانی و نافچه چه به پرانی جو سای فولکلور و آناگورا کلتوری و نافچه استران دبیجن
پرانی فوکوسی خو کرن سر و سران لوی ناوچه چوا دردکه و اوساد بیجن به شیوهی کی نو دبیجن وان دبی ما دو حب سران فارسی جی تفکریه وان سالین داوی او یعنی اوسای و ناوچه سرانی کی فلکلوری او چه به وی طرزی وان بیجن به شوازی کی نو چه بوده چند لگوری بله لگوری ویجه لگوری وی ناوچه بله مجید کونارین کون نوسا رنگوارین کون آلبوم آوی اول بورن من شاش نگوت ان شاء الله آلبوم اول و چوا درخست و کنگی درخست و بکی جان زحمتیان درخست نگم چی رکای این ببین اولین آلبومتون کی یعنی که اولین آلبومتون رو داشتید و موقعی که آلبوم رو شما داشتید درست میکردید یعنی براتون سخت بود؟ رنگوارهای کهن تاریخ انتشارش رو دقیق یادم 2007 فکر میکنم 2007 بودش وقتی که منتشر شد. رنگوارهای کهن یک تجربه جدید بود توی موسیقی ایرانی و خب به طبع برای گروه رستاک تجربه جدید تری هم بود. ما داشتیم موسیقی نواحی ایران رو به یه سبک و سیاق دیگه تنظیم می‌کردیم و همه چیز برامون جدید بود. تجربه خیلی خیلی جدیدی بود و همه چیز داشت تازه کشف می‌شد که چطور میشه این سازهایی که تا الان توی آیین‌های بومی استفاده شده رو داریم میاریم به عنوان یک موسیقی روز ارائه می‌کنیم. بزرگترین پیچیدگیش این بود و حالا تو بخش فنی هم این پیچیدگی دائما ادامه پیدا کرد، اما خب خدا رو شکر تونستیم از پسش بر بیاییم احتمالاً نمیدونم. بله دبیجن یکم آلبومی ما اوی رنگواره های کهن اوی یکم آلبومی ما بوی لسالی 2007 ما درخستیه تنی سختی او بوی ما چون تجربه‌ای که نو بویه لگل کلتور و فرهنگی جدا ما شد بوینا جبروی دنا جبوما تنی تجربه نو بویه سختی که هبویه لی پرانی تجربه بویه جبوما باشه پشتره تشتین باشتر درکت نزبارم امیش بحثات جی بپرسن بحثات اون بیشتر که جام فستیوالا بون پشتره اون مزن بون اون هات ناس کرن ادی و خبات خود چاوا بردوام کرن شما تا الان کدوم جشنواره و فستیوالا رو رفتید؟ باشا دوما پرسهون ببینیم مگه خباتین چاوا مشاندن ادی پشتی آلبومایی که من هاتن ناس کرن چاوا پیش دخستن بعد از آلبوم اول دیگه کاراتون چجوری پیش رفت؟ اولا اینکه فکر کنم توی موسیقی محلی ایران به نظر من رستاک به گفته خود اساتید موسیقی نواحی و دوستانی که در موسیقی محلی ایران در واقع فعالیت میکنن یک حرکتی بود که باعث شد که بیشتر شناخته بشه این موسیقی و بعد از آلبوم اولمون ما کنسرت هامون شروع شد توی کشورهای مختلف تورهایی داشتیم توی اروپا و کشورهای دیگه مثل کانادا، استرالیا و همینطور فستیوال های مختلفی که دعوت میکردن ما رو از کشورهای مختلف که رفتیم حدود 20 و چند کشوری که ما تونستیم بریم اجرا کنیم همیشه هم بازخوردهای خوبی داشتیم نسبت یعنی فیدبک های خوبی گرفتیم نسبت به این موسیقی که ما تولید کردیم بر اساس موسیقی محلی ایران و با نگاه خودمون. این خیلی برامون جذاب بوده که کسی که این موسیقی رو نشنیده برای بار اول میشنوه این موسیقی رو از زبان و نگاه رستاک خوشایند باشه براش و خوشبختانه همینطور بوده. دبیجی ما پاش آلبوم یکم که درخست پاش او ایدی کاری بون لولاتن اوروپی ولاتن وکو کانادا وان ما فستیوال بشتاری فستیوال بیم کنسرت بدین کنسرتی مجی لهر دری که چونه پر باش پیشوازی لکنسرتی ما بویا پاشی جی ما اصلا هر کسی ما بیستیه جمع حس کریه بله راستی جی مجی جوان پر حس کرد ام دخوازن هیک شمره تشتکی لی بخن سترانه کلی بخن هیک بکاربن آموری واجی لبالو غنه امی کیف خوش ببید بلا تماشاوانی مجی کیف خوش ببید دبه متوجه شدی حتما اگه میشه یعنی کنم که توضیح بدم در مورد آره ما سعی کردیم که برای این برنامه از دو تا اساسهای محلی ایران که کردی هم هستن استفاده بکنیم
ساز تنبور و ساز دف. یکی از مقام‌های قدیمی تنبور رو اجرا میکنیم، وصلش میکنیم به یک قطعه ضربی که رضا جان هم دف می‌نوازن و امیدوارم که مورد توجه بیننده‌های عزیز قرار بگیره. دو ساز کردی دجانن دبه ما استرانه کی کابن پیشکشی هندکین و هیویده کم حذف کن. ان شاء الله می حذف کریم. آقا پرزورن آقا زمان فانی پرزورن یعنی درینم خانه خاپورن جسد نحسا راسی و دیرن خوار گیرین
خلاص بوم نیجور جفای زمانه هی هی درد بی درمان دچارم بیان سوای جمردن علاو جمنیان هی خوه گیریانی گلک سپاس دسته و صابه گلک باش بو ما پر عجبا ما حس کرد خیلی ممنون خیلی خوب بود قادون تذکاری بپرسه واتی معنی راستک چیه یعنی دکارن اف کم چوا و بو اف ناف چوا لیکره میگن معنی راستاک چیه؟ راستاک یک کلمه فارسیه و به معنی شاخه نورسته‌ایه که از بن درخت رشد میکنه و یعنی از نزدیک به ریشه هستش و ما در واقع مفهوم رستاک مفهوم کاری رستاک هم به همین شکله یعنی ما موسیقی رو از ریشه های فرهنگی ایران میگیریم و یک بیان جدیدی ازش ارائه میدیم که همون جوونه‌ایه که از بن درخت رشد میکنه و همون رستاک راستاک پیوکن فارسیه دبی اوی کوکا داره کی چوا چروی کی درد کوی او دبی راستاک مجی آرمانجی مجی آواکرنی به گروپ او بو کما او لکوک یا لریشه یا موزیکا ایرانه او تشتکی نو در خستنه اوجی راستک اکچه بیده می ام بیجن جوان رو بیج از جوان خاطر بخوازم لی داویه ده بلا اوج من الموزیک که قرن برنامه و سابقه دیرن حوجنا که گوتنه بیجن تنه موزیک آموره لی بدن باشه از یک بیک سپاسی و دیگم گلک سپاس باشه و ناتن فرزات دینا از ناوی بسکنه شاشنه بیجه بهزاد اکبر مجید و بهزاد مجید بهزاد اکبر نه سام راست گفت تمام یک شوره سپاس دکم گلک باش بو ام گلک ممنون بون گلک کیف خوش بون خاطر وازی بیجم از خاطر بخوازم اون موزیک که آماده بکن گوتنه که بس کارم بگیرم میگن دیگه به آخر برنامه رسیدیم خیلی ممنون به خاطر حضورتون تو برنامه اگه یه جمله یا حرفی دارید برای آخر چی میتونید بگید و اگر نه ممنون به خاطر حضورتون و اگه میشه نه که گفتن باید با یه آهنگ تموم بشه با یه آهنگ دیگه من از طرف بچه‌های گروه رستاک خیلی تشکر میکنم از برنامه شما که گروه رو دعوت کردین و به خصوص از جامعه کرد که واقعا همیشه پشتیبان گروه رستاک بودن و خیلی گروه رو دوست دارن. میدونیم که بچهای گروه ما همشون کرد نیستن ولی عاشقانه موسیقی کردی و فرهنگ کردی رو دوست دارن و این حس عاشقانه ما به فرهنگ کردی فکر میکنم برای مردم کرد هم نسبت به رستاک هست و این باعث افتخار ماست که پشتیبانایی مثل مردم کرد داریم. به ناوی خو گروپ مسپاسی هندکین هر دم تشتکی اصابوی جبومه خلکین کرد کاملگای کردی پر پشتیبانی مبونه
جبر و ناو ما کرد هەیە لێ پڕانی من زمانێکی دنن لێ بە خۆشەویستی کی جودا سرانی کوردی دەبێژین. Ez gelek spas kim ji bo te jî ez gelek spas kim xatun jî Kurda İranê ji bo wergerata ji bo alîkariyata ez gelek spas kim belê em vê heftê jî hatin dawiya bernameya xwe Koma Restak li gel me bû ji me re stranên xweş gotin ez barmê ji me re gufteyeke wisa Kurd lê bidin em ê memnûn bibin heta hefteyeke dîse bi mijarên cuda mêvanên cuda em ê li vê derê bin nixwe baş binêrin. پس بنوازیم. جلو شاهی رو فکر کنم بزنیم بهتر.